حالتون چطوره دوستان؟ تو این ویدیو میخوام آموزش نصب و کار کردن با کیف پولتون کیپر رو بهتون آموزش بدم که برای نگه داشتن توکن هایی که روی شبکه تون هست به این کیف پول نیاز دارید. ممنون میشم با لایک و سابسکرایب حمایتم کنید. اول از همه باید وارد سایت تون کیپر بشید. همیشه برای نصب هر کیف پولی وارد سایت رسمی خودش بشید و از سایت خودش کیف پولش رو نصب کنید. لینک سایت رو براتون تو کپشن و کانال تلگرامی گذاشتم. خب ببینید برای iOS، اندروید و حتی نسخه ویندوز یا مثلا مک اگه چیزی دارید این برای تلگرام هم میشه نصب کرد، ولی بچه این مورد رو من اصلا توصیه نمی کنم چون خب تحریم هستیم و از طرفی تلگرام ممکنه هک بشه، لینک فیک براتون بفرستن. من خودم اصلا این رو نصب نکردم. پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم یا اینطوری برای موبایلتون نصب کنید یا اگر روی کامپیوترتون میخواد باشه میتونید نسخه اکستنشنش رو نصب کنید که میبینید. خب من الان نسخه کرومش رو نصب کردم با اجازهتون. اینجا شما میایید اتو کروم رو میزنید براتون نصب میشه و وقتی که نصب کنید اینجا براتون میاد. حالا تمام این چیزایی که دارم میگم برای موبایل هم همینطوره، هر جایی تفاوت داشته باشه بهتون میگم چی کار کنید. خب بعد از اینکه کیف پول رو نصب کردید این قسمت روی گت استارتد بزنید. ببینید اگر میخواید کیف پول جدید نصب کنید، اولین باره میخواید نصب کنید، تازه اینجا نیو ولت رو میزنید که الان بهتون میگم مراحل بعد چطوریه. ولی اگر کیف پول داشتید همون کیف پول رو میخواید اینجا دوباره بازیابیش کنید، بعد گزینه دوم رو بزنید و اون 24 کلمه‌ای که دارید رو وارد کنید، این یکی. خب حالا ما الان میخوایم یه کیف پول جدید بسازید. اینجا نیو ولت رو انتخاب میکنید. این قسمت ببینید داره در رابطه با این 24 کلمه ای صحبت میکنه که میخواد قسمت بعد بهمون بده. روی کانتینیو بزنید. بچه‌ها این 24 کلمه خیلی خیلی مهمه. همین الان یک کاغذ خودکار بردارید، تو دفترچه‌تون باید یادداشتش کنید، نه اسکرین شات بگیرید نه عکس بگیرید ازش، اصلا یه جایی نگه دارید که آفلاین باشه، تو کاغذ یادداشت کنید بهتر از همه. چون اگر یه زمانی کیف پولتون به هر دلیلی حذف بشه، برای حالا کامپیوترتون، موبایلتون مشکلی پیش بیاد، تنها راه دسترسی به دارایی توی کیف پولتون همین 24 تا کلمه است. پس اگر گمش کنید دیگه دارایی توی کیف پولتون هم از دست دادید و یا به هیچ کس هم ندید این 24 کلمه رو. خب بعد از اینکه این 24 کلمه رو یادداشت کردید اینجا روی کانتینیو بزنید. 2-3 بار هم چک کنید که حروفاشو درست یادداشت کرده باشید. خب بیاید کانتینیو رو بزنید بریم قسمت بعد. بچه‌ها تو این مرحله ببینید الان از من کلمه پنجم رو میخواد که تایپ کنم. کلمه پنجم بویل بود. اینجا هم کلمه 13 هم رو باید تایپ کنم، اینجا هم کلمه 16 هم رو. بعد روی کانتینیو بزنید. اگر درست وارد کنید این براتون فعال میشه. بعد روی کانتینیو بزنید. تو این مرحله باید یه دونه رمز ورود بذارید برای کیف پولتون که هر وقت میخواید وارد کیف پولتون بشید این رمز ورود رو وارد میکنید و کیف پولتون براتون باز میشه. این رمز رو هم حتما یادداشت کنید تو همون دفترچه‌تون. خب بعد روی کانتینیو بزنید. الان کیف پول ما ساخته شد. خب بیاید اجراش کنیم. اینا بچه‌ها. حالا طریقه کار کردن باهاش چجوریه؟ قسمت بای رو ما باهاش کار نداریم به خاطر محدودیت هایی که داریم، اصلا با این قسمت کار نداریم. برای شارژ کردن کیف پولتون وقتی یه نفر فرضاً میخواد همین توکن تون رو میخواد براتون ارسال کنه، کیف پولتون رو میخواید شارژ کنید، بعد وارد قسمت رسیو بشید، قسمت دریافت، یا این QR کد رو اسکن میکنید یا اینجوری این کپی میزنید. آدرس کیف پولتون کپی شد. حالا مثلا ارسال توی صرافی که میخواید اونجا میذارید، توکنتون رو ارسال میکنید به کیف پولتون یا همین آدرس رو میفرستید برای دوستتون. این آدرس اینجا هم هست بچه‌ها، یا همین رو میتونید راحت کپی کنید با همین آدرس کیف پولتون رو شارژ کنید. خب اگر بخواید توکن هایی که توی کیف پولتون هست رو ارسال کنید به یه صرافی دیگه، ارسال کنید برای کس دیگه تری، باید وارد قسمت سند بشید. آدرسی که میخواید بهش ارسال کنید رو اینجا وارد میکنید. خب حالا من
همون آدرس رو وارد کنم. این قسمت حالا چیزی هم وارد نکردید مهم نیستش. بعد میایید اینجا کانتینیو رو میزنید. اینجا هم وارد میکنید که مثلا چه مقدار توکن میخواید وارد کنید. از این قسمت هم حالا من فقط توکن تون رو دارم. از این قسمت خب میتونید بیاید توکنتون رو انتخاب کنید. اینجا هم بیاید بزنید که چه مقدار از اون توکن رو میخواید ارسال کنید. یا حتی مثلا اگه ماکس رو بزنید کل توکن هاتون انتخاب میشه. بعد اینجا میتونید روی کانتینیو بزنید. فقط بچه‌ها دقت کنید توی این باکسی که اینجا میبینید باید آدرس مقصد رو وارد کنید. آدرسی که میخواید توکن ها رو بهش ارسال کنید. پس این شد آدرس مقصد. حالا یه نکته، زمانی که میخواید توکن هاتون رو ارسال کنید باید گس فی شبکه رو پرداخت کنید. پس گس فی شبکه رو کسی پرداخت میکنه که میخواد توکن ارسال کنه. مثل کارت به کارت میمونه دیگه. شما میخواید کارت به کارت کنید، کسی که داره کارت رو یه پول رو از حساب خودش به حساب دیگه ای میزنه، خودش باید اون کارمزد رو پرداخت کنه. اینجا هم همینه. پس برای اینکه بخواید توکن های توی کیف پولتون رو به یه آدرس دیگه ای انتقال بدید، یه مقدار باید از روی توکن همین تون تو کیف پولتون داشته باشید. کارمزدش هم در حد چند سنت هست. ولی گفتم همینجا بهتون بگم که بدونید این باید باشه که بتونید توکن هاتون رو انتقال بدید. یکی این مورد بعدی، برای کلیم کردن دریافت ایردراپ هایی که شرکت میکنید، مثل همستر، مثل هر ایردراپ دیگه، قبل از اینکه اون ایردراپ توزیع بشه و بخواید ایردراپتون رو بگیرید، حتما از این توکنتون توی کیف پولتون داشته باشید. این توکن رو هم میتونید از صرافی‌های داخلی تهیه کنید. تهیه کردنش خیلی راحت، مشکل نیست. همین آدرس رو کپی میکنید و به این آدرس برای خودتون تو کیف پولتون میزنید. پس هم برای کلیم ایردراپ هایی که روی شبکه تون هست باید از این توکن تو کیف پولتون باشه و هم برای ارسال توکن ها که بتونید گس فی شبکه رو پرداخت کنید. گفتم هم چند سنت، زیاد نیستش. خب بریم برای قسمت سواب. بچه‌ها سواب یعنی چی؟ سواب یعنی تبدیل یه توکن به توکن دیگه روی همون شبکه. الان من میخوام مثلا توکن تون دارم توی کیف پولم، میخوام بیام به USDT که اونم رو شبکه تون هست تبدیل کنم. ببینید از این قسمت باکس بالا میام توکنی رو که میخوام دارمش الان و میخوام تبدیلش کنم انتخاب میکنم. از این باکس پایین هم توکنی رو که میخوام دریافت کنم در ازاش انتخاب میکنم. این بالا هم وارد میکنم که مثلا چند تا توکن تون من تبدیل بشه به USDT. این پایین هم میگه از صرافی مثلا استون یا دیداست میتونه برای من این سواب رو انجام بده. حالا الان برای من نوشته not enough funds چون من موجودی ندارم دیگه. ولی اگر خواستید توکن های تونتون رو به توکن دیگه ای تبدیل کنید، از این قسمت هم میتونید سواب بزنید. خب اینم ببندیم. تمام توکن هایی رو که توی کیف پولتون داشته باشید این قسمت بهتون نشون میده که خب اینم توکن تون هست. بیاید وارد قسمت هیستوری بشید. بچه‌ها تمام واریز ها، دریافتی ها، تراکنش هایی که توی کیف پول داشتید این قسمت بهتون نشون میده. این قسمت مال تاریخچه تراکنش های کیف پولتون هست. وارد قسمت بروزر میشیم. بچه‌ها این قسمت برای موبایل خیلی کاربرد داره. حالا چطور؟ ببین من الان فرضاً بخوام وارد مثلا سایت استونفای بشم، مثلا میتونم همینجا بیام تو این سایت استونفای رو سرچ کنم که الان توی ویدیوی بعدی هم بهتون نشون میدم. میخوام طریقه کار کردن با استونفای، کجا بود؟ اینا استونفای، دیداست و تون دایمنز رو بهتون بگم. خب من همینجا تو مرورگرم میام وارد میکنم، کیپولش هم بهش کانکت میکنم. تو ویدیوی بعدی میبینید. اما بچه‌هایی که موبایل دارید شما باید چی کار کنید؟ یه اشتباهی رایجی که خیلی‌ها میکنن اینه که میان آدرس اون سایت رو توی مرورگر موبایل، مثلا وارد مرورگر کروم میشن، وارد سایت میشن، بعد میخوان کیف پول تون کیپر رو کانکت کنن، بعد کانکت نمیشه، به مشکل میخورن. باید چیکار کنید؟ آدرس سایتتون رو کپی میکنید، حالا هر سایتی که میخواید واردش بشید، کیف پولتون رو کانکت کنید، مخصوصا برای دریافت ایردراپ ها، مخصوصا برای مینت NFT ها. وارد قسمت بروزر توی کیف پولتون میشید، توی موبایلتون این پایین نوشته سرچ، یه سرچ باکس داره، آدرس اونجا وارد میکنید، وارد سایت میشید، خیلی راحت کیف پولتون رو کانکت میکنید. پس بچه‌هایی که موبایل دارید، طریقه کانکت کردن کیف پول به سایت هایی که مد نظرتون هست برای مینت NFT، برای دریافت ایردراپ، از قسمت بروزر موبایلتون هست.
و یه نکته همیشه کیف پولتون رو به هر سایتی که کانکت کردید دیسکانکت کنید. همین توی موبایلتون وارد قسمت براوزر بشید. الان این بالا 2 تا قسمت هست، یکی نوشته براوزر، سمت راستش نوشته کانکتد. وارد قسمت کانکتد بشین. بعد از اینکه کارتون تموم شد، ایردراپتون رو کلیم کردید یا اصلا وارد اون ایردراپ شدید، ثبت نام کردید، NFT تون رو مینت کردید، خلاص کارتون تموم شد، اون کاری که می‌خواستید انجام بدید، در پایان کیف پولتون رو دیسکانکت می‌کنید. هر وقت دوباره وارد سایت بشید، کیف پولتون رو کانکت کنید، ثبت نامتون، هر کاری انجام داده بودید سر جاش هست، ولی اتصال کیف پول رو قطع می‌کنیم. چرا؟ چون اگر مشکلی برای اون سایت پیش بیاد، اون سایت هک بشه یا حالا هر چیزی، برای کیف پول ما مشکلی پیش نیاد، برای دارایی توی کیف پول ما مشکلی پیش نیاد. خب بیاید وارد قسمت ستینگ بشید. بچه‌ها تو قسمت ستینگ، تو ریکاوری فریز، از قسمت ریکاوری فریز میتونید اون 24 کلمه‌ای که بود اول ویدیو یادداشتش کردیم، اگر به هر دلیلی گمش کردی میتونی از توی این قسمت ریکاوری فریز دوباره اون 24 کلمه رو پیدا کنید. ولی بعد رمز ورود به کیف پولتون رو داشته باشید که بتونید خب دسترسی داشته باشید پیدا کنید خلاصه. بقیه قسمت هایی که بعد باش حالا کار داشته باشین، قسمت زیاد چیزی دستکاری نکنید. خب بیاید تو قسمت ولت. بچه‌ها از قسمت اگر بخواید 2 تا کیف پول تو همین اپ داشته باشید، بله میشه. باید وارد قسمت ولت بشید، اینجا روی این به اضافه میزنید و دوباره همون مراحلی که از اول انجام دادید، اینجا نیو ولت رو زدید، 24 کلمه رو یادداشت کردید، همون مراحل رو میتونید انجام بدید که 2 تا اکانت توی این کیف پول داشته باشید. بعد این قسمت براتون میاره بین 2 تا اکانت میتونید سویچ کنید، جابجا بشید، آدرساشون هم فرق داره. در مورد NFT ها، بچه‌ها NFT هایی که توی کیف پولتون هست رو حالا من چون الان ندارم به من نشون نمیده، از اینجا میخوام بهتون یاد بدم. NFT هایی که توی کیف پولتون هست رو میایید اینجا وارد قسمت ستینگز میشید، بعد ببینید نوشته توکنز، زیر سکیوریتی براتون توکنز میاد. الان شما اگر NFT تو کیف پولتون نداشته باشید این توکنز رو بهتون نشون نمیده، زمانی نشون میده که NFT داشته باشید. میایید وارد قسمت توکنز میشید، ببینید توکنز کالکتیبلز، وارد قسمت کالکتیبلز میشید، NFT ها رو براتون میاره، NFT هایی که توی کیف پولتون دارید. حالا یه نکته مهم، خیلی از NFT هایی که حالا کیف پولتون رو نصب میکنید باهاش کار میکنید، بعد میبینید خیلی از NFT هایی که توی کیف پولتون هست اصلا شما نمیدونید چی از کجا اومده. NFT هایی رو که نمیدونید چی اصلا باهاش کار نداشته باشید. NFT های اسکم هستن، تو کیف پولتون زدن که کیف پولتون رو خالی کنن، هیچ وقت کاری به کارشون نداشته باشید. تنها راهی هم که میتونید بفهمید که کدوم NFT اصله کدوم NFT فیکه، حواستون باشه تو کیف پولتون باید چه NFT هایی باشه. چیزایی رو که نمیدونید چی و از کجا اومده اصلا بهشون دست نزنید. هر کاری کنید، چون هر کاری کنید یا بسوزونید یا چی کنید بازم به کیف پولتون میزنن. بعد ببینید حواستون به اونایی باشه که باید تو کیف پولتون باشه دیگه. خب اینم از این توضیحات مربوط به موبایل رو هم که بهتون دادم. بچه‌ها فقط حواستون باشه که برای دریافت ایردراپ ها یا مثلا مینت هایی که میخواید انجام بده، حتی اگر اون مینت رایگان باشه، یه مقدار از توکن تون تو کیف پولتون داشته باشید که کارمزد شبکه رو باهاش پرداخت کنید. اگر سوالی داشتید تو کامنت ها از من بپرسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.